حالشون کثیفه، برق نداره بدنشون، انرژی ندارن، زود خسته میشن. حالا اگر این کار رو انجام بدی خسته نمیشه، هر چقدر کار کنی خسته نمیشه. بعد در ضمن این موها هم مشکی میکنه. وقتی میزنی مو در میاری، مو مشکی میشه. کسی که سرشون ریخته باشه مو، این با این کار مو در میارن. این موها رو مشکی میکنه. چرا مشکی میکنه؟ اینکه پیاز مو رو تغییر میده، میبره روی جوونی. چون اون مشکی، رنگای مشکی، رنگدانهای مشکی وقتی چربی زیاد میشه، به جای اینکه خون به سرت برسه چربی به سرت برسه، موهات سفید میشه. باید نذاریم چرب بزنه، موها زود چرب میشه. چرا چرب میشه مو؟ یعنی که به جای اینکه خون به سرت برسه چربی‌ها به سرت برسن. این چربی‌ها باعث میشه چون کنن ریزش مو ایجاد کنن، یا سفید میکنن مو رو، یا پیر میکنن آدمو، افتادگی ایجاد میکنه. شما از الان به بعد باید روزی 6 تا 8 لیوان آب بخوری. یعنی آب مهمه برات. از هر چیزی مهمتر آب است. روزی 6 تا 8 لیوان آب میخوری، آب ولرم، آب گرم میخوری، یه دونه صبح، یه دونه شبشو سرکه، سیب، آب، عسل، زردچوبه میزنی، یه دونه صبح میخوری، یه دونه شب میخوری. سرکه، سیب، آب، عسل، زردچوبه میزنی بهش میخوری، یه دونه صبح میخوری، یه دونه شب موقع خوابت میخوری. این چیکار میکنه؟ تمام روده‌هات رو تمیز میکنه. انگشترم یه بار کبدت چربت هم از بین میبره. تو الان کبدت هم چرب هستش، غلظت خونم برات به وجود میاره. ولی وقتی این کارا رو که انجام دادی، یعنی وقت بعد سوم توی قصه خود جناب سینه هر چقدر میتونی میزنی. در روز حداقل 3 مرتبه، هر بار 30 ساعت 30 تا میزنی اینجا سینه. اینو من دیدی سینه میزنن سرخ بشن، برای که این قده تیموسشون ضربه میزنن، خودشون هم نمیدونن. این قده تیموس قدیمی ها تو بلند میشدن خواب تا چند تا اینجوری میزدن. بله. این قده تیموسه، شامپانزه میزنه، اون اما زودتر فهمیده بود. اون هر موقع بخنده این نشاط بدن بالا میبره. وقتی نشاط بدنت بالا باشه هیچ ویروسی وارد بدنت نمیشه. مهمترین چیز نشاطه. وقتی نشاط بدن بالا میره، آدرنالینی که در مغز تولید میکنه نمیذاره هیچ ویروسی وارد بدن شه. من بدون ماکس و بدون دستکش تو این جامعه که کرونا هم میگیرن دارم زندگی میکنم. مریض کرونایی رو هم میبینمش. هیچ پزشکی هم جرئت نمیکنه همچین حرف بزنه. من میبینمش، خوبش هم میکنم. تا حالا چند تا خوب کردم، اولی نیستش، همین الان چند تا خوب کردم. برای اینکه میدونم که چیکار باید بکنم. کرونا فقط از طریق دهن میتونه وارد بدن بشه. شما اگر ریهاتون آسیب داشته باشه، کبدتون کمکاری داشته باشه، کلیهاتون ضعیف باشه، این ویروس وارد بدن میشه، ریهاتون رو میگیره. اگر نباشه نمیتونه وارد بشه، چون 2% کشته داره دستا. حالا وقتی این کار انجام بدید اصلا نمیتونه وارد بشه. 4م این انگشتتون، این انگشت میذاری اینجا در روز 4 مرتبه 30 ثانیه اینجا رو نگه داری. من گذاشتم 30 ثانیه رو باید نگه دارم. اینجا رو 30 ثانیه نگه داری. در روز 4 مرتبه این 30 ثانیه رو انجام میدی، صبح، ظهر، عصر، شب. این قند خون رو تنظیم میکنه، نمیذاره دیابت بگیری. توی بدنت انسولین تولید میکنه. انسولینی که تو بدنت تولید میکنه شروع میکنه لاغر کردن. این یعنی لاغرت هم میکنه. اون پسرت هم این کار رو انجام بده لاغر، بعد قدش هر چقدر بخوای بلند میشه. پسر چند سالشه؟ 12. هر چقدر 2 متر و 20 سانتی قد میکشه. اگر در روز 4 مرتبه اینجا رو 30 ثانیه بگیره. انگشترم یه بار دیگه تکرار بگیم. انگشتم این دست اول 1، 2، ماساژ انگشت. مثلا 3، اینم 4. پس این 4 تا حرکت هر روز باید انجام بشه، ولی این 4 مرتبه. ولی اینا هر چقدر تونستی، این دستت هر چقدر تونستی، این ناخن هر چقدر تونستی بزن. این باعث میشه انرژی زیاد بشه، هر چقدر کار کنی خسته نمیشی. این دستات قشنگ، این لای انگشتای، این قده تیرویدته، این چشمته، این گوشته، اینجا نافته، اینجا معدته، اینجا معده است، اینجا روده بزرگه، اینجا روده بزرگه. وقتی اینا رو ماساژ میدی، اینجوری ماساژش رو میدی، 5 دقیقه این، 5 دقیقه این دستت، 5 دقیقه این پاد، 5 دقیقه این پاد، 5 دقیقه هم 2 تا گوشات اینجوری ماساژ. تمام اعضای بدن انسان تو گوشش. وقتی گوشت رو ماساژ میدی، تمام اعضای بدنت ماساژ میدی. وقتی این کارا رو انجام بدی خوب میشی. 2 ماه این کارا رو انجام بده، به من زنگ بزن بگو چقدر تغییر کردی. بعد بهت بگم ببین چه خودت متوجه میشی چقدر تغییر میکنی. دست شما
این کمرش یه نگاه میکنی که الان درد داره. الان کجا درد داره؟ درد داره. من سیاتیک کمرم آره. آره گرفته ببین چند بگی وقته. بخواب اینجا من پشت پاتو بگیرم.